میفهمی که من بهتر از کلگی تو را میشناسم متونست؟ من هم دوستت، هم رفیقت، هم همرازت و هم مادرت هستم. بیبی جانم، من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. آقا اورال، میفهمی من بهتر از کلگی تو را میشناسم متونست؟ من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. آقا اورال، دوایتان آوردیم. خانم علینا برام گفت که دوایتان بیارم. ما دوا نمیخوایم، از اینجا برای بیرون. گم شو برو، مرا تنها بانید. با یک دست نزنی، گفتم با این دست نزن. دستت پس کو. معذرت میخوایم. علینا، علینا، میفهمی من بهتر از کلگی تو را میشناسم متونست؟ من هم دوستت، هم رفیقت، هم همرازت هستم و هم مادرت هستم بچه. بیبی جانم، من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. من همیشه کنارت و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. میفهمی که من از کلگی تو را بهتر میشناسم متونست؟ من هم دوستت، هم رفیقت، هم همرازت و هم مادرت هستم. بیبی جانم، من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواهد بودم بچه. آقا اورال، سلا را پیدا کردیم. از کجا پیداش کردیم؟ جای حادثه را پولیدیم. ده یک گوشه افتاده بود. همیالا برو تحقیق کن، ببین کی سلا از کی است. پیدا کردیم. به نام عزیز توپراک ثبت است. ملکه، تو خوب هستی؟ رنگت سفید پریده. بیبی، تا وقتی که من زنده باشم کسی به طور محیطم ضرر رسونده نمیتونه. حتی به طور محیطم کسی دست زده نمیتونه. تو نترس. چطور نترسم عزیز؟ او مثل دیوانا شده بود، هر کاری میتونه. ما خو مقصر نیستیم، دل ما جمع است، وجدانمون پاک است عزیزم. من میترسم که تو را چیز نشه عزیز. بعد از قدر سالا دوباره یکی دیگه ما را پیدا کردیم. چی بفهمم اگه به تو ضرر برسانن، اگه تو را چیز شوه. دیمیر غلو هیچ کاری کده نمیتونه. تو دلت گوار جمع باشه. اگه 7 دنیا یک جایم شوه ما را جدا نمیتونن. تو و دخترم پیشم باشین، دیگه در قصه چیز نیستم جانه. میفهمیدم که کارو است. عزیز توپراک میکشم. چی کنیم آقا اورال؟ با پلیس زنگ بزنیم؟ هیچ کاری نمیکنین. صبر کنین. برو نفرایت آماده کن. اول یک بار بدیدنش میرم. او را پیش مبان. این دفعه ملاقات ما نیمه نمیمونه. گفتم نکن.
میکشمت ماهیگیر، میکشمت احمق، میکشمت. اورال الهیم بده میکشمت. تو را همیالا میکشم، با دستای خودم میکشمت، تو را میکشم ماهیگیر، تو را میکشم، خودم جزای تا میتام، میکشمت ماهیگیر. تو را میکشم ماهیگیر، کسی تو را نمیتونه نجات بده. میکشمت. اورال بیبی اگه بکن آن کدام کار کنی یا برای ضرر برسانی، اصل حتی یک ثانیه هم پیشت نمیشینه. نمیتونه هیچ جایی بره، من نمیمانم. اما او الهیت میده، چون عزیز توپراک پدرش است. از کل چیزان فعلا خبر است. او بیشرف پدر میگه؟ بله، اگه تو بکن آن ضرر برسانی، سلام رفته به پدر خود پناه میبره. دیگه در تمام عمر خود چهره او را دیده نمیدونی. از این خاطر هوش کنی که کدام دیوانگی نکنی. اگه میخوایی اصل پیشت باشد دیگه هیچ راهی نیست. نباید بکن آن ضرر برسانی. میفهمی که من بهتر از کلگی تو را میشناسم، اما تو نیست. من هم دوستت، هم رفیقت، هم همرازت و هم مادرت هستم. بیبی جانم، من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواد بودم بچیم. من همیشه کنارت بودم و همیشه کنارت خواد بودم بچیم. سفر منتظر خبر من باشین، فعلا کار نمی کنیم. برات گفتم کار نمی کنیم، سوال پرسان نکن. مادر جانه، مادر الینا خوب هستی؟ برم دست روی تبوشوی. نمیخوایم همینجا میباشم. اگه برم ایرام ازم میگیرن، بوی مادرمو میگیرن، ایرام میشوین، بوی مادرمو ازم میگیرن. بیبی او ده اینجا میمونه، همیشه همراهیت هست، همیشه متوجهت خواد بود، حتی اگه دور باشه
بازم همیشه دلیل تپش قلبت خود بود. درست است، اما اگه یه استیج شد، اگه دکتر ایرام ازم بگیره، مادرم میخواست که از جان خود برم جان بده، اما بیبی من حال پشت او گریه میکنم. در زندگی بس وقتا از کسی جدا میشی که هیچ باورت نمیشه. او رو از پیشت میبرن اما از قلبت نمیتونی بکشیش، به خاطر که بیش از حد دوستش داری. بدون مادر من خدا به اندازه ضعیف و ناتوان احساس میکنم که اگه ازم نگیرن افتادم روی زمین میمانم و بلند شدن نمیتونم. خوش بودن حقت است. دست کسی را که عاشقش هستی محکم بگی، او را در آغوش بگی. هیچ وقت تنها نمونیش، هیچ وقت ازش دور نشی. شیطان خورترک همینجا چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ تو چقدر به شرم و به حیاستی، ده هر فرصت ده خانه ما پیدا میشی. کل مشکلاتت خو حل شده، یک ما موندیم نی؟ قسمه که معلومش از مردن خانم جانان جگرخون نشدی؟ بی شرم. ده حقیقت تو بگو، میخواستی الینا رو از بین ببری همون تو نیست؟ نه که مادرمون تو از بین بردی. از کجا معلوم که کار تو باشه؟ طرف ما بیبی با آخرین بار تو را هشدار میدم، اگر دیگه خدا همراهیم بزنی بعد رقم جزایت میدم. متوجه گپای باش. تو کی هستی ها؟ تو با خود بیا بی حیا. ما با تو چی کردی؟ اینجا آمدم که به کلتان تسلیت بگویم. دفنه تو میخوای چی کنی ها؟ سینان تو اشتباه درک کردی. چی اشتباه درک کردی؟ چی را اشتباه درک کردم؟ بریم بگو چی را؟ ما از درد میسازیم، تو رفتم مصروف چی کارا هستی؟ خوب گوش کن سینان، ما افسوس به حالت دفنه، واقعا افسوس به حالت. من میفهمیدم که مادرم دوست نداری ها؟ حداقل به مرگش احترام داشته باش. مرا ترساندی، چرا صدایت نمیکشی؟ هنوزم همراهی ما عادت نکردی اصل. هنوزم در خانه برات مثل بیگانه هستم. ای دیگه چی مانا میته؟ چرا حالا این قسم گپ میزنی؟ پدرت پیدا کردی، بعد از سالها به او رسیدی. تو میفهمیدی؟ چقدر جالب. من مادرم از دست دادم و تو پدرت پیدا کردی. اما بسیار جالب است، چطور تونستی قدر زود به او پدر بگویی؟ چطور به او عادت کردی؟ ها؟ کنان چی؟ او رو فراموش کردی یا نه؟ اورال مدعی بار گپ زدیم، میفهمی که وقت خلاص شد. جوابت فراموش کردی یا نه؟ مرا سل کن. شبا وقت دایی تخت میخوابی خواب او را میبینی، اما تو نیست؟ با این فکر میکنی که همراهش بتونی در یک خانه زندگی کنی؟ ها؟
مرا مامتو ماچ کو، مرا مثل او ماچ کو، اصل زود باش مرا ماچ کو، حالا مرا ماچ کو. چی میکنی اورال؟ پاس شو. ناخ دست پای نزن اصل. چو باش شبا در تخت من خواب میشی. میفهمم دایی خانه او را میبینی و ماچش میکنی. وقت پلیس آمد و وقتم رای کنان بود، یادت نیست؟ وقتم رایو بودی. تو چی میگی؟ چتیات نگو. امیر میپالی؟ قسم رفتار نکن، زیاد میترسم. من نمیخواستم تو از ما بترسی، میخواستم مرا مثل او دوست داشته باشی. اما من بدون تو دیگه هیچ چیزی بر از دست دادن ندارم اصل. حتی مادرم از ما گرفتن. پیشت هستم، دیگه چی میخوایی؟ تو رفتی همراه دشمنای من همدست شدی. تو باید در کنار ما باشی، نیده مقابل من. دشمن چی؟ تو چی میگی؟ کسایی که مادرم از من بردن تو باید زندانی بسازی. فهمیدی یا نه اصل؟ انتخابت بکن، عزیز یا کنان. باید متوجه باشیم ماما، مخصوصا خودت. بیبی که اورال کاملا از کنترل خارج شده، حیران مانده که سر کی حمله کنه. دیدی تا خانه تو مامد عادی از شیریم، قلبش آتش گرفته، جگرش میسوزه. حالا هر کسی که پیش روش بیایم میخوای آتش بزنیش. اما کنان تو باید متوجه باشی، بالاخره تو در خانه او رفت آمد داری. دردش بگذره، آتش قلب و جگرشم خاموش شوه و وقت حساب خوارم ازش پرسان میکنم. کنون در مدت تو متوجه اصل باش، درست است؟ به خدا تو دیوانه شدی اورال. من در این دنیا 2 تا دشمن دارم. کسی که مادر من از بین برده، تو باید به زندان روانش کنی. تو انتخاب میکنی. تو یک کارا نمیتونی، اونا را ناق مقصر فکر نکو. من یک دلیل بسیار خوب بر مقصر ساختن هر دویشون دارم. نه خیر، باور نمیکنم، دروغ میگی. سالایی که مادرم با او از بین بردن پیدا کردم. حالا اگه پیش پلیس برم صاحبی سالا را زندانی میکنن، اما نمیکنم. منتظر تصمیم تو میباشم. من قسم یک کار کردن نمیتونم، اونا را ناق به آتش انداختن نمیتونم. تو مرده که عاشقش بودم ازم گرفتی، حالا که پدر من پیدا کردم او را میخوایی بگیری، دیگه چی میخوایی؟ میخوایم همراه ما باشی، میخوایم فقط از ما باشی اصل. تو کلان خالیگارت از زندگی ما پر کردی، میخوایم تو همیشه همراه ما باشی. و تو چی؟ فکر کردی در زندگیم بسیار فداکاری کردی؟ تو خوابای من ازم گرفتی، زندگیم ازم گرفتی. حتی خانه ما آماده بود، اونقدر کلان نبود، اما داخلش پر از محبت بود. من کل چیزا با دستای خودم خریدم. زندگی را که خودم انتخاب کردم ازم گرفتی. مرد از زندگی که نمیخواستم انداختی. وسایلی که نمیخوایم، من هیچ کدام اینا را نمیخوایم. این پردارم نمیخوایم، گلاسایی را که خودم انتخاب نکردیم. ما این زندگی را انتخاب نکردیم. من این عروسی را نمیخواستم، این چلا را ما انتخاب نکردیم. تو مجبورم ساختی، تو مرا مجبور ساختی. تو چی بخوایی چی نخوایی، همین زندگی تو هست. باید مرا مثل او دوست داشته باشی، فهمیدی؟ باید در کنارم باشی، نیده مقابلم، باید همراهی ما باشی. کنار دشمنم استاد نمیشی. این انگشتر تا وقتی که زنده هستی در کلکت میباشه. حالا باید انتخاب کنی، برای 2 روز وقت میتم اصلا. اگه نکنم چی؟ بله، وام اگه انتخاب است. اگه تو انتخاب نکنی، من هر دویش یک جای به قبرستان روان میکنم. کندال دا چی وضعیت هست؟ گپ زد؟ نه، به خدا وفادار برام، به او قدر شکنجه چیزی نمیگه. وقتی به گرفتن کندال آمد چیغ زدم میرفت که نگفتی نه؟ بسیار با تشویش بود. ای کندال چیزایی را میفهمه. او میفهمه که کتناس چی شده. اورال به او خاطر به تشویش شده. او بچه قوطی بسته اورال است، باید واز شوه. راست میگی رئیس، ما بیازو جایش تبدیل کردیم، به جای دیگه بردیمش. البته باید روش های ما رام تغییر بده، مو وقت ببینیم که گپ میزنه یا نمیزنه. بازم باید متوجه باشن. مراسم خاک سپاری چی وقت است؟ چاشت است. میریم رئیس. خوش آمدی احمد، بیا بشی. خوش باشی بیادر. البته که میریم. چی ضرورت است بیادر؟
اورال هنوزم سر تو شک داره. اونجا کدام گد و دیر ننداز. سر و کلمه بلند است شیره. بیازو ما با خود اورالم گفتم اگه کدام ثبوت داره صبر نکنه. اون خدا دستش چیزی نیست. بیازو دیر یا زود مجرم اصلی پیدا میشه. در جنازه دشمنی هیچ وقت نمیشه. و دیگه خانم جانان سر ما حق داره. رفته تسلیت گفته به غمشون شریک شده پس میایم. درست است؟ بازم کار از ما کمکاری عیب نمیکنه. خدا مغفرتش کنه. تو به کدام رو اینجا آمدی؟ ما اینجا به جنجال جور کردن آمدیم که به خانم جانان حق خود حلال کنم. تو به کدام روی نام مادرم به زبان میاری احمق؟ رال چی میکنی؟ بعد از اینجا دفعه دیگه نام رال آرام باش. تو را میگم آرام باش گفتم. میکشمت احمق. رال پس از دیگه اعلام کن میکشمت. آرام باش. باننش درکش میکنم. میکشمت. رال گفتم آرام باش دیگه. بس است. اصل دخترم تو با این دخیل نشو. اورای لاکو حسن تو در طرف اشتباه استاد میشی. تو خانم من هستی. بعد از این باید بفهمی که کجا استاد میشی. بعد از این جای تو پیش من از فهمیدی چی گفتم؟ دیگه بفهم که بعد کجا پای تابانی. تو چی میکنی؟ دست من لابتی. اصل تو چی میکنی؟ بیبی که سرم چیال روز آوردی. خوب بیبی مرا بسیار پریشان ساختی. خدا از این بدترت کنه. خدا جزایت بده. همه از دست او عزیز توبراک است. هیچ کس دیگرم ملامت نکن. فهمیدی؟ من چهره اصلی تو را دیدم. حالا ناق تپ و تلاش نکن خلی. البته که دو به دو میمانیم خانم ملکه. و ای عزیز توبراک هیچ اعتماد نکن. یک دفعه رفته بود باز هم میره. میبینم که باز چطور دویده پیش من میایی. الفاتحه.
چای و قهوه تیار است. درست است. ای را توضیح کنین، بعد از او چای و قهوه بیارین. خدا براتون صبر جمیل بده. زنده باشی. نرو، مرا ایلا نکن. کنان، از وقتی که ازم دور شدی نمیفهمم چقدر وقت شده، ولی هر لحظه و هر ثانیه که در دوری تو سپری کردیم برای مثل یک عمر بوده. وقتی که دوستم داری، وقتی که این قسم عاشقانه با چشمایی میبینی، مرگ از من دور میره. اما هر دقیقه و هر ثانیه که از تو دور میرم به اجل یک قدم نزدیک تر میشم. هیچ جای نمیرم، همیشه در پیشت میباشم دخترم، مثل یک درخت بی ثمر، بی سر و صدا خاموشانه در پشتت ایستاد میشم. تو اگر مرا دوستم نداشته باشی، دور از جانم ممکن از یاد دوست می داشته باشم. میفهمی چرا؟ به خاطر که اگر بخوایم هم دیگه کاری کردن نمیتونم. بسیار وقت میشه که در قلب و تقدیر من نوشته شدی. نام شما تنها در تذکره منه، در هیچ جای نوشته نشده و نمیشم. معذرت میخوایم. دستمال میفروشم. دستمال میفروشم. خدایا خودت کمکم کن. دستمال میفروشم. میخوایی؟ دستمال بخریم. گریه نکو خواهر، میگذره، گلش میگذره، کافیست که تو گریه نکنی. نه نمیگذره، اگه گریه نکنم چوبان باشم نمیگذره. یا پیشش برو، برش بگو که دیگه مرا جیگر خون نکو، یا که پیش یگان کلانتر شکایت کن. دستمال میخریم. چطور هستی احمد؟ چطور باشم؟ در تو وضعیت آدم چه قسم بوده میدانم؟ ما استم که در حالت بدتر قرار دارم. در طفلیت پدرم همیشه میگفت که دستتان، رویتان، قلبتان هر قدر کثیف میشه شوه، اما وجدانتان کثیف نسازه. حالا خدا بسیار کثیف احساس میکنم.
نه بروی کنان دیدم ایتانا و نه بروی عزیز بیادر. وجدانم از یک طرف فریاد میزنم، قلبم از طرف دیگه. خب تو وقتی او زنم میکشتی هیچ وجدانت عذاب نکشید؟ او رالا قدر دوست داری برو؟ من خدا گم کرده بودم احمد. ای که چی میکردم، ای که چی حس داشتم هیچ نمیفهمیدم. ای چلا؟ از امروز پیشم نگاهشان کردم احمد. چرا؟ قبل از این که تو با اینا پیشم بیایی من خدا گم کرده بودم، تباه شده بودم. اینا را پیش خود نگاه میکنم چون این چله ها متعلق به آدمی است که مرا از هر کس کده بیشتر دوست داشت. اگه قسم باشه تو پیشنهاد مرا چه باش احمد، چه باش لطفا. فعلا نی. اگه از این کابوس لعنتی یک روز بیدار شده شاید بتانیم باز. دخترم تو بعد از جنازت چرا به ویلا نرفتی؟ کدام گپ شده؟ مادر دخترم به رستوران رفته بودم، وقتی که تو را ندیدم به تشویش شدم. بیا 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 بیشی. من به خاطر بردن لوازم آمده بودم. تو گریه کدی؟ نه که اورال کدام کار کده؟ بسیار به تشویش استم که ده او خانه سر تو کدام بلایی نیاید. نه تشویش نکن، مشکل او همراه من نیست، همراه اطرافیانم است. خب اگه اورالم کار نکنه ده او خانه 100 بلای دیگه است. مادر دخترم
من کل نامه ها را خواندم. پدرم، یعنی کسی که سالها او را پدر خود فکر میکردم، فهمیدم که چه قسم زندگی تو را تباه کرده. درست مثل که اورال زندگی من را تباه میکنه. اقدر سالها خلیل تحمل کردم تا مثل یک پدر پشت تو استاد باشه، اما نه تنها موفق به این کار نشد، بلکه هم زندگی مرا تباه ساخت، هم تو را از پدرت جدا ساخت. خب قلبت چطور؟ وقتی که عقلت اتو یک تصمیم میگرفت، چطور تونستی قلبت راضی کنی؟ قلبه که دو یک عشق نافرجام باشه هیچ صدایی نداره دخترم. خب اگه در بین دو نفر قرار بگیری، صدای قلبت هم میشنیدی مادر یا عقلت؟ چه قسم تصمیم میگرفتی مادر؟ به خاطر یک مادر بهترین تصمیمی است که به خاطر خوبی اولادش میگیره دخترم. خب درباره من چطور؟ گاهی گفتی که کاش که هیچ نمی بود. اصلا نه. تو پناهگاهم هستی، تو شکرانه زندگیم هستی. من به تو پناه بردم صرف به خاطر که تو با سرنوشت من دچار نشی. من روزا و شبا دعا کردم، اما نشد. ناخونه گفتن که سرنوشت دختر و مادر یک قسم است، اما من نمیفهمیدم. مادر من چطور؟ من چی کنم؟ به کدام را برم؟ هیچ نمیفهمم مادر. اصل کافی است که یک بار دست ما و عزیزه بگیری دخترم. بیبی عزیز قلب پاک داره، یک آدم جوان مرد است. تو یک دفعه دست او رو بگی، باز در دنیا هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. خب به خاطر که من اذیت نشم، کدام بیگناه را اذیت میکنه؟ عزیز او هیچ بیگناهی را اذیت نمیکنه. او یک آدم با عدالت و با وجدان است دختره. از وقتی که او را شناختیم همیشه خشونت و زورگویی شدیدیم. در مراسم نامزادیام با اسلحه حمله کرد. تو کی فرصتی ایره داشتی که او را بشناسی؟ تو هم راست میگی دختره. وقتی که آتش قارش روشن میشه، شعله‌اش تا آسمان میرسه دختره. اما تا که او واقعا درد نکشه به هیچ کسی آسیب نمیرسانه دختره. چطور قدر مطمئن بودم میتونی؟ وقتی که آدم عاشق میشه باز نقاط منفی جانب مقابله نمیبینه. دیگه نمیفهم. قلب من همه قسم میگه دختره. از وقتی که او را شناختی دربارش عین چیزا فکر میکنی و عین چیزا حس میکنی؟
سابقه هم اما تو بودی. وقتی که عقل و قلبت درگیر می شدن به ساحل می رفتی. زود لوازمت جمع کن و یه اتاق ترک کن. اینجا لیاقت کسی را داره که واقعا به فکر کار باشن. حسن